امروز میخوام راجع به یه احساس سنگین باهاتون صحبت کنم. افسردگی. خیلی وقتا فکر میکنیم افسردگی بخشی از شخصیت ماست. انگار یک ویژگی دائمیه و قرار نیست هیچ وقت از بین بره. نکته مهم این که این سنگینی و این ناامیدی هرگز خود شما نیستید، بلکه یک حالت ذهنیه که در اون قرار گرفتید. ذهن شما این افکار رو ساخته، ولی این افکار هرگز هویت شما نیستن. مثل یه هوای بارونی. وقتی بارون میاد شما تبدیل به بارون نمیشید، فقط در هوای بارونی قرار دارید. افسردگی هم همینطوره. شما خودتون افسردگی نیستید، فقط در شرایطی قرار دارید که افسردگی درش وجود داره. و خبر خوب این که حال و هوا تغییر میکنه. شروع تغییر از همین لحظه است، با گام‌های خیلی کوچیک، اونقدر کوچیک که حتی فکرش رو هم نمی کنید. یه لحظه چشم‌هات رو ببند و به صدای محیط گوش کن. یه نفس عمیق بکش و به ورود و خروج هوا از بدنت توجه کن. از جات بلند شو و به سمت پنجره برو. این گام‌های کوچیک شما رو دوباره به لحظه حال متصل می‌کنن و لحظه حال جاییه که تغییر شروع میشه. پس به خودت یادآوری کن من افسردگی نیستم. من فقط در یک حالت ذهنی هستم که مثل یک فصل تغییر خواهد کرد. به خودت فرصت بده. و یادت باشه اگه این حس سنگینی ادامه پیدا کرد تنها نیستی. صحبت کردن با یک متخصص میتونه مثل چراغی در مسیرت باشه. امیدوارم این ویدیو یه تلنگر کوچیک باشه برات. اگه کسی رو میشناسید که این روزا حالش خوب نیست، این ویدیو رو براش بفرستید. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایک کن تا افراد بیشتری بتونن ببیننش. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تو کامنت ها برام بنویس وقتی حال دلت سنگین میشه چه کاری بهت کمک میکنه که دوباره به لحظه حال برگردی. خوشحال میشم تجربت رو بخونم.